بگذریم از روزی که حضرت زهرا دست 2 پسر کوچولوش رو گرفت، به درب خونه تک تک مردم مدینه رفت و بهشون گفت مگر خود شما نبودید که روز قدیر با علی پیمان بستید؟ پس چی شده که این موضوع رو یادتون رفته؟ و مردم مدینه یا درب رو به روی جگرگوشه پیغمبر خدا باز نکردن و یا بهش گفتن حق با توئه، فردا میایم و با علی در مسجد پیمان میبندیم. اما فردای اون روز از میون چندین و چند صد نفر مردم مدینه تنها 4 نفر برای پیمان بستن با علی حاضر شدن. آخرین پناه علی خونه نقلی و محزونی بود که قلب همسرش زهرا که تموم زندگیش بود در اون میتپید. اون روز به ظاهر همه چیز آروم بود. همه اهل خونه در سکوت بودن. باد ملایمی شروع به وزیدن کرد. تمام اهل خونه میدونستن که قراره چه اتفاقی بیفته. ناگهان صدای خشن از پشت در بلند شد. اگر علی بیرون نیاد درب خونه رو آتیش میزنیم. خونه‌ای که پیغمبر گفته بود این خانه وحی است، حالا توسط فرستادگان خلیفه وقت مسلمانان تهدید به آتش زدن میشد. بعد از شنیدن صدای نهیب مردی خشن، حسن خردسال آهسته به دامان مادرش چنگ زد. به دامن مادری که این بار نه تنها مادر شباب اهل جنت، بلکه مادر کودک دیگه‌ای هم بود. بله، زهرا فرزندی در دل داشت به نام محسن. درست در همون لحظه زهرا نگاهی به علی انداخت که ذوالفقارش رو در بغل گرفته بود و به فرمان خدا صبر می‌کرد. وقتی مرد با صدای مهیبش دوباره فریاد کشید، زهرا از جا بلند شد و به سمت در رفت. و اینجا بود که حادثه‌ای که نباید، حادثه‌ای که تاریخ رو سیاه و ننگین کرد، اتفاق افتاد. صدای گریه حسن، گریه‌های ریز و دخترونه زینب، نگاه شوکه و خیس حسین و گوشواره‌های مادر که جلوی چشم حسن وسط کوچه افتاده بود. مادر سیلی خورده، وحشت زده و با پهلوی خونین به روی زمین افتاد. درون خونه نگاه خیس و پر از حیرت علی و اشک‌های فرزندان زهرا و بیرون از اون کسانی که اسمشون برای همیشه به عنوان قاتلین زهرا در دل تاریخ باقی موند. ماجرا به همینجا ختم نشد. همون روز علی رو با دستای بسته کشوندن و به مسجد بردن برای بیعتی که هرگز قلبش به اون راضی نبود. سرنخ‌ها کم کم دارن دوباره خودشون رو نشون میدن. آیا این تهدید فقط یک تهدید لفظی بود؟ نه، منابع تاریخی اهل سنت مثل طبری و بلازری نوشتند که تهدید واقعی بود و فشار به درب خانه وارد شد. چه شاهدی برای اثبات این ماجرا در دادگاه دارید؟ تمام فرشتگان آسمان و زمین و در نهایت 3 کودک خردسال. حسن اولین نوه پیامبر و 2 خواهر و برادرش. نتیجه این حادثه چی بود؟ زهرا از همون روز بیمار شد و محسن هرگز به دنیا نیومد. این 3مین سرنخ این پرونده است. درب خانه نور با آتش تهدید و با ظلم شکسته شد. یک مادر مجروح شد، کودکی بیگناه سقط شد، حق علی مجددا غصب شد و کودکان فاطمه با چشمهای گریان شاهد این ظلم تاریخی بودند. اما این پایان ماجرا نبود. سوال بعدی اینه: بعد از تمام این جراحت‌ها چی بر سر فاطمه اومد؟ اینو توی پارت آخر میگم.